خب بریم سراغ این صفت ها. اولین صفتمون صفت thin هست. ببینید تین تلفظ نباید بشه. thin به معنای لاغر هست. همچنین میتونیم که از کلمه skinny استفاده کنیم. skinny به معنای لاغر میشه. thin هم به معنای لاغر میشه. ولی skinny یه مقداری در واقع لاغرتر هست. یعنی skin خودش به معنای پوست میشه. پس وقتی میگیم skinny یعنی در واقع یه جورایی انقدر لاغر هست که فقط پوسته، یعنی پوست و استخون هست. به این آدم میگیم skinny که یه مقداری منفی تر هست نسبت به thin. thin یه مقداری خنثی هست، نه خیلی مثبت نه خیلی منفی هست. کلمه بعدی کلمه fat هست. fat به معنای چاق میشه و یه مقدار زننده هست. یعنی اگر شما به یه نفر بگید fat بهش برمیخوره و بهتر هست که اگر کسی یه مقداری اضافه وزن داره از کلمه overweight استفاده کنیم که معنای اضافه وزن رو در واقع برای ما به وجود بیاره. کلمه بعدی کلمه tall هست. tall به معنای کسی هست که قدش بلنده و برعکس اون میشه short که کسی هست که قدش کوتاه میشه. و اگر کسی قد متوسط داشته باشه میگیم medium height، یعنی که نه قدش بلنده نه قدش کوتاه هست. همچنین میتونیم که از کلمه beautiful استفاده کنیم برای توصیف افراد و beautiful به معنای زیبا هست. ببینید beautiful تلفظ نمی کنیم، beautiful اینجوری باید تلفظ بشه. همچنین از کلمه pretty میتونیم که استفاده کنیم. اینم pretty تلفظ نکنید، pretty یعنی صدای د بده این تی که در اینجا هست. pretty هم به معنای زیبا میشه. از کلمه gorgeous میتونیم که استفاده کنیم. gorgeous کسی که خیلی خیلی زیبا هست و یکی از کلماتیه که خیلی زیاد استفاده میشه. و دقت داشته باشید که ما این سه تا کلمه رو بیشتر برای خانم ها و برای چیزها استفاده میکنیم. یعنی این مثلا کلمه beautiful یا gorgeous رو معمولا برای آقایون استفاده نمیکنیم، ولی اگر آقایی باشه که خوش تیپ باشه و خوش ظاهر باشه در واقع میتونیم که مثلا از کلمه handsome استفاده کنیم. ببینید تلفظ رو handsome نباید تلفظ بشه. handsome کسی هست که خوش تیپه یا آقایی که در واقع خوش تیپ هست رو میگیم handsome. میتونیم که همچنین از کلمه good looking استفاده کنیم. good looking نه برای آقایون هست نه برای خانم ها هست، خیلی کلیه در واقع. هم میتونیم برای خانم ها استفاده کنیم هم برای آقایون میتونیم استفاده کنیم. good looking یا attractive به معنای جذاب هست. آدمی که جذاب باشه رو میتونیم که از کلمه attractive استفاده کنیم براش. از کلمه stylish میتونیم استفاده کنیم. کسی که معمولا لباسهای خوبی رو میپوشه، خوش لباس هست، میگیم stylish. از کلمه trendy هم میتونیم استفاده کنیم برای رسوندن این منظور، یعنی اینکه مثلا لباسهای مد روز میپوشه، trendy هست این آدم. یا classy، یا آدمی که خیلی با کلاس لباس میپوشه، لباسای کلاسیک معمولا میپوشه، خوش لباس هست، میتونیم بگیم classy. همچنین از کلمه muscular میتونیم استفاده کنیم. muscular به معنای کسی هست که خیلی عضله داره، باشگاه میره و عضلات زیادی رو داره، میگیم muscular. همچنین از کلمه ripped میتونیم استفاده کنیم. ripped هم همون muscular هست، در واقع کسی که یه بدن تیکه تیکه داره و خیلی باشگاه میره و یه بدن خیلی زیبایی رو داره، میتونیم بگیم ripped هست. یا از کلمه fit میتونیم استفاده کنیم. fit کسیه که در واقع بدن، تو فارسی میگیم فیته ولی تو فارسی میگیم فیت میگیم، در حالی که تو انگلیسی فت باید تلفظ بشه، یعنی اینکه بدن خوبی رو داره، نه چاق هست نه لاغر هست در واقع. از کلمه athletic میتونیم که استفاده کنیم. athletic به معنای کسی هست که ورزش انجام میده، یه بدن ورزشی رو داره، میگیم athletic. و broad shouldered کسیه که شونه‌هاش پهن هست. به کسی که شونه‌هاش پهن باشه میگیم broad shouldered. و برعکس کسی که باشگاه نمیره و یه مقداری چاق هست میتونیم بگیم curvy هست، یعنی که یه مقدار شکم داره، یه مقدار چاق هست، توپل هست. همچنین از کلمه chubby میتونیم استفاده کنیم به معنای توپل، یعنی به جای اینکه بگیم fat به جای اینکه بگیم overweight، بعضی هستن یه مقدار توپل هستن یا توپر هستن، میگیم chubby. از کلمه bald به منظور این استفاده میکنیم که بخوایم بگیم که کسی مو نداشته باشه، کچل باشه، میگیم bald. و در نهایت کلمه presentable رو داریم. presentable کسی هست که ظاهر خیلی آراسته و خوبی رو داره و خوب هست، در واقع ظاهر خیلی، نمیخوایم بگیم خیلی خوبه نمیخوایم بگیم خیلی بده، در واقع ظاهر خوب و اوکی رو داشته باشه، میگیم presentable. خب
این از این صفات. پس از این صفات استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم که آدم‌ها رو توصیف کنیم.